این ورزشکار روی جای پای شرکت کننده کنار ریشه چسب 1 2 3 زد تا اون نتونه این یکی مسابقه رو پیروز بشه. در همین حین همه شرکت کننده ها سر جاشون قرار گرفتن و با سوت داور شروع کردن به دویدن، اما شرکت کننده شماره 9 به خاطر چسب کف پاش نمیتونه حرکت کنه. در همین حین گزارشگرای مسابقه وقتی این رو دیدن، یکیشون گفت که اگه شماره 9 برنده این مسابقه بشه، اون قول میده که میکروفون جلوشو درسته قورت بده. در همین زمان دیگه شماره 9 انقدری به خودش فشار آورد که فشار از یه طرف دیگه خارج شد و سرعت شرکت کننده شماره 9 رو چند برابر کرد و در کمال ناباوری با تمام سرعتش سمت خط پایان اومد و پیروز شد و گزارشگر بیچاره مجبور شد میکروفونو بخوره. بعد از این نوبت به مسابقه پرش نیزه بود که شرکت کننده 15ام بازی با پرشش تونست رکورد جهانی رو بزنه و حالا دیگه گزارشگر مطمئن بود که دیگه هیچکس قادر به زدن رکورد اون نیست. پس شرط بندی کرد که شماره 9 دیگه حتما نمیتونه این مسابقه رو ببره و اگر برد اون میز جلوشون رو میخوره و چند لحظه بعد شماره 9 جلو همه قرص دوپینگو خورد و رکوردو شکست. اما